امروز میخوام در مورد یکی از مهمترین اشخاص حال حاضر دنیا صحبت کنم. بخشای از زندگیش که احتمالاً تا حالا چیزی دربارش نشنیدین. از بازی کردنش تو فیلم کشتی کج گرفته تا ریاست جمهوری آمریکا. دونالد جان ترامپ در 14 ژوئن 1946 در محله کوینز نیویورک به دنیا آمد. اون چهارمین فرزند از 5 فرزند خانواده ترامپ بود. فر ترامپ با ساخت مسکن‌های ارزان قیمت در مناطق مختلف نیویورک شهرت و ثروت زیادی به دست آورد. مادر دونالد، ماریان مکلئود ترامپ، اصالتی اسکاتلندی داشت و در اوایل دهه 1930 به ایالات متحده مهاجرت کرد. ترامپ 4 خواهر برادر داشت. فر ترامپ جونیور برادر بزرگترش که به خاطر مشکلات ناشی از اعتیاد به الکل در جوانی در سال 1981 درگذشت. ماریان ترامپ خواهر او که به عنوان قاضی دادگاه فدرال فعالیت می‌کرد و از چهره‌های برجسته حقوق در آمریکا بود. الیزابت که در تجارت املاک و بانکداری فعالیت می‌کرد و رابرت ترامپ برادر کوچیکش که در شرکت خانوادگی فعالیت داشت و در سال 2020 درگذشت. ترامپ دوران ابتدایی خود را در مدرسه کیو فورست گذراند. به دلیل مشکلات رفتاری او به آکادمی نظامی نیویورک فرستاده شد. در این آکادمی او موفق به کسب جایگاه در تیم‌های ورزشی شد و فوتبال آمریکایی و بسکتبال بازی می‌کرد. تجربه حضور در این مدرسه باعث شد که ترامپ انضباط و روحیه رقابتی قوی‌تری پیدا کند. پس از فارغ التحصیلی از آکادمی نظامی ترامپ به دانشگاه فوردهام وارد شد، اما پس از 2 سال به مدرسه تجارت وارتون در دانشگاه پنسیلوانیا منتقل شد که یکی از معتبرترین مدارس تجارت در آمریکا است. او در سال 1968 با مدرک لیسانس در رشته اقتصاد فارغ التحصیل شد و به شرکت پدرش پیوست. پس از پیوستن به شرکت پدرش، ترامپ به سرعت مدیریت پروژه‌های ساختمانی در نیویورک را به عهده گرفت. در سال 1971 اون کنترل شرکت را به دست گرفت و نامش را هم به The Trump Organization تغییر داد. ترامپ در دهه 1970 به توسعه پروژه‌های لوکس در منهاتن علاقه‌مند شد. او با خرید و بازسازی هتل کومودور که بعدها به هتل گرند هیات تغییر نام داد، موفقیت بزرگی کسب کرد. سپس در سال 1983 ترامپ تاور، یک برج 58 طبقه در خیابان پنجم نیویورک افتتاح شد که به یکی از نمادهای نیویورک تبدیل شد. همچنین ترامپ در فیلم تنها در خانه 2 گم شده در نیویورک به عنوان مهمان حضور داشت. در این فیلم مکاری کالکین از او در هتل پلازا که متعلق به ترامپ بود آدرس می‌پرسد. این نقش خیلی کوتاه بود اما بعداً مشهور شد و به یکی از نمادهای حضور او در فرهنگ عامه تبدیل شد. او همچنین در سریال‌های دیگری هم به عنوان مهمان ظاهر شده. ترامپ در دهه 2000 وارد کشتی کج شد و در مسابقات رستلمانیا 23 شرکت کرد. او در مسابقه نبرد میلیاردرها با وینس مکماهون رئیس WWE درگیر شد. در پایان ترامپ موی مکماهون را تراشید که به یکی از لحظات پرطرفدار تاریخ کشتی کج حرفه‌ای تبدیل شد. در دهه 1990 بحران‌های مالی شدیدی برای ترامپ به وجود آمد. او چندین بار اعلام ورشکستگی کرد و مجبور به فروش برخی از دارایی‌ها و املاک خود شد. با این حال او توانست به لطف برند شخصی و قراردادهای جدید در صنعت املاک دوباره به موفقیت برسد. در سال 2004 ترامپ برنامه The Apprentice را راه‌اندازی کرد. در این برنامه شرکت کنندگان برای کسب فرصت شغلی در یکی از شرکت‌های ترامپ به رقابت می‌پرداختند. ترامپ در ژوئن 2015 به طور رسمی نامزدی خود را برای انتخابات ریاست جمهوری 2016 اعلام کرد. اون تونست رقیب دموکرات خودش رو هیلاری کلینتون رو شکست بده. در دوران ریاست جمهوری ترامپ سیاست‌های مختلفی از جمله کاهش مالیات، اعمال تحریم‌های اقتصادی و خروج از توافقنامه پاریس را اجرا کرد. سپس در سال 2020 ترامپ در برابر جو بایدن شکست خورد. او به دلیل ادعاهای تقلب گسترده پرونده‌های مختلفی برای بررسی نتایج انتخابات مطرح کرد که به شورش 6 ژانویه 2021 در کنگره منجر شد. ترامپ پس از شکست در انتخابات 2020 فعالیت‌های سیاسی خودش را ادامه داد و در سال 2024 با شکست کامالا هریس به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد. همچنین ترامپ چندین کتاب از جمله هنر معامله نوشته. او مالک مسابقات میس یونیورس بوده و در بسیاری از برنامه‌های تلویزیونی هم حضور پیدا کرده. همچنین او بارها به دلیل مسائل مالیاتی و اقدامات خیریه بحث برانگیز شده است. دونالد ترامپ در مجموع 3 بار ازدواج کرده و 5 فرزند دارد. ایوانا ترامپ اولین همسر او یک مدل و اسکیباز حرفه‌ای اهل چکسلواکی بود. آنها در سال 1977 ازدواج کردند و 3 فرزند به نام‌های دونالد جونیور، ایوانکا و اریک دارند. ایوانا نقش مهمی در مدیریت برخی پروژه‌های ترامپ داشت. این ازدواج در سال 1992 به پایان رسید. دومین همسر ترامپ مارلا میپلز بازیگری اهل جورجیا بود. اونا در سال 1993 ازدواج کردند و یک دختر به نام تیفانی دارند. این ازدواج در سال 1999 به طلاق انجامید. آنها در سال 2005 ازدواج کردند و یک پسر به نام بارون دارند. ملانیا به عنوان بانوی اول آمریکا نقش فعالی در کاخ سفید ایفا کرد.